با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بی‌نهایت عزیز و بسیار ارجمند. امیدواریم در این روزهای تابستانی خوب و عافیت و سری حال هستید. ما در برنامه امروزه می‌خواهیم راجع به چند جمله‌ای که شما را برای رسیدن به موفقیت باز می‌دارند، یعنی برای تأکید جمله‌های منفی با شما صحبتی داشته باشیم و فکر می‌کنم این برنامه برای شما پسند می‌افتد. با ما باشید. این جمله‌های منفی را هرگز به خودتان نگویید. بعضی از ما اصولاً عادت داریم با برخی جمله‌های منفی خودمان را سرزنش کنیم، غافل از این که همین جمله‌ها و عباره‌های ما را تبدیل به دیدگاه خواهند کرد. دیدگاهی که ما نسبت به خود داریم می‌توانند باعث موفقیت یا شکست ما شوند. اگر موفقیت خود را می‌خواهید، پس از گفتن این 15 جمله در مورد خود خودداری کنید. یکم، ای کاش اینقدر خوش اقبال می بودم. یعنی هرچی فرصت های بیشتری را دنبال کنید، شانس بهتری نیز خواهید داشت. اگر می خواهید به چیزی دست یابید، بروید و آن را کسب کنید. موفقیت با استثمار و پیگیری و ثابت قدم بودن به دست می آید، نه شانس. دوم، برای من خیلی دیر شده، پس چرا خودم را اذیت کنم؟ یعنی برای تغییر در زندگی هیچگاه دیر نیست. حتی انسانی که شکست خوردن نیز می توانند از نو از جا برخیزند و کنترل زندگیشان را در دست بگیرند. به سوی خود به عنوان یک دارایی نگاه کنید و بدانید که با افزایش سن، تجربه و در عین حال دانشتان بیشتر خواهد شد و رسیدن به موفقیت برایتان آسان تر می شود. یعنی هرگز نگویید که سن من رفته است. سوم، دیگران در مورد من چی فکر خواهند کرد؟ گرفتاری در این که دیگران در مورد شما چی فکر میکنند فقط باعث افزایش سطح استرستان می شود. هرگز برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران شخصیتی واقعی خود را فدا نکنید. اگر دوستانتان ارزش نگاه داشتن داشته باشند، شما را به خاطر چیزی که هستید تحسین میکنند، نه به خاطر چیزی که آنها فکر میکنند باید باشید. چهارم، من خیلی نادان هستم. هرگز این جمله را استفاده نبرید. هیچ کس پاسخ همین سوال ها را نمیداند، پس شما نیز دنبال چنین چیزی نباشید، زیرا همه ما مهارت و توانایی خاص خود را داریم. نداشتن برخی از مهارت ها شما را نادان و ناتوان نمی کنند و به جای تمرکز بر نکات ضعف و آزار دادن خود، بر رشد نقطه های قوتتان تمرکز کنید و تا جایی که می توانید از آنها بهره ببرید. هر کاری که در حد مهارتتان انجام می دهید، اعتماد به نفستان را بیشتر خواهد کرد. یعنی خودتان را به این جمله هرگز سرزنش نکنید. و پنجم، این که هیچ کس مرا دوست نمی دارد و یا هیچ کس منو دوست نخواهد داشت. شما از این موضوع چگونه باخبر شده اید؟ اگر در خانه بنشینید و به این فکر کنید که چرا دیگران نباید عاشق شما شوند و شما را دوست دارند، به جای اینکه بیرون بروید و با افراد مختلف معاشرت کنید، فقط وضعیتتان را بد خواهد کرد. اگر در خانه بمانید، هرگز نمیتوانید شریک زندگی خود را پیدا کنید. اگر میخواهید با کسی آشنا شوید، برای آن تلاش کنید و به انتخاب‌ها و پیشنهادهای پدر و مادر و بزرگترهایتان اعتماد داشته باشید. ششم، من نمیتوانم این کار را انجام دهم. هیچ وقت این جمله را استفاده نبرید. پیش از آن که مسابقه شروع شود، شکست خود را نپذیرید. به 3 مورد از بزرگترین چیزهایی که در زندگی کسب کرده اید فکر کنید. این میتواند فارغ التحصیل از دانشگاه، یعنی مشغول بودن به شغل و یا راه اندازی یک وبلاگ یا هر چیزی دیگری باشد. حالا که این 3 مورد را یافتید، از خودتان بپرسید من برای رسیدن به این دستاوردها از چه مهارت استفاده کردم و برای هر یکی از این مورد یک پاسخ حتما بنویسید. هفتم عزیزان، این که فکر نمی کنم مرا دوست داشته باشند، چون به پیام من، به تماسهای من، به ایمیل های من پاسخ نمی دادند. نتیجه گیری از این جمله یک نوع تمرکز به خود فرد در دنیای پیرامون را نشان می دهد و باعث می شود که از رکن اصلی زندگی خود، یعنی رسیدن به موفقیت، دور شود.
هشتم، زندگی عادلانه نیست. همیشه اتفاقهای خوب و بد زیاد در هر لحظه از زندگی رخ میدهند که خارج از عهده ماست. در این نتیجه باید آن را بپذیرید، اما این که برای قسمت خود تمرکز کنید یا قسمت بد کاملا به خودتان بستگی دارد که شما حتما باید خوب را انتخاب کنید. شما میتوانید به خاطر چیزهای بدی که خارج از کنترل شما هستند استرس زیادی را متحمل شوید، اما بدانید که شما باعث احساس خوبی شما نخواهد شد. برای قسمت مثبت تمرکز کنید و مهم نیست حالا چی وضعیت دارید، زیرا در آینده قطعا وضعیت بهتر خواهد شد. نهم این که من از اندام ظاهری خود ناراضی هستم. من از بدن خودم راضی نیستم. یعنی هرگز چنین چیزی نگوید. فرقی نمی کند که لاغر هستید یا فربه هستید، یعنی بدن شما چیزی ارزشمندی است که شما را به هر جایی که در این دنیا بخواهد میبرد. پس از آن مراقبت کنید تا او نیز از شما مراقبت کند. گرفتار شدن در آنچه به عنوان نقص میبینید گرفتن وقت و انرژی گرانبهای شماست، دیگر هیچ. به دنبال ویژگی های جسمی در بدنتان که آنها را دوست نمی‌دارید نباشید، بلکه روی آن دست از ویژگی های ظاهریتان تمرکز کنید که فکر میکنید. دهم عزیزان این که من در حد او نیستم، من مثل او نیستم. چیزی مثل یک سطح و حد وجود ندارد که شما بخواهید داخل یا بیرونش باشد. بنابراین منفی صحبت کردن به خودتان را کنار بگذارید. اگر به کسی جذب شده اید و میخواهید معاشرت کنید یا از او کمک بخواهید، این را مستقیم و با صراحت بگویید. 11، من نمیتوانم باور کنم که او به جای من انتخاب شود. حادثه های احساسی مخرب، یعنی خراب کننده هستند که آسیب های زیادی به ما میرسانند و هیچ فایده ندارند. اگر یکی از همکارانتان شغل پیدا کرد، به او امید داشته باشید، نه ضدیت. احتمالاً آنها نیز به اندازه شما سزاوار این پیشرفت بودند. حتی اگر چنین نیست، دلیل وجود ندارد که به او حسادت کنید. مطمئناً این انتخاب تقصیر آنها نبوده است. در صورت انتخاب نشدن، بهترین کاری که باید انجام دهید تبدیل احساسات منفی به مثبت است. آیا فکر میکنید این کار حق شما بوده است؟ در برابرش حرف نزنید و در عوض آن ثابت کنید که شما یک کادر پر انرژی هستید. و 12، من بسیار خجالتمند و شرمگین هستم. یعنی این جمله را استفاده نبرید. همین ما دست کم یک بار ظرف غذا شکستیم، با صورت به دیوار برخوردیم یا هنگام راه رفتن سر خوردیم. پس شما تنها کسی نیستید که چنین اتفاقی برایتان رخ داده است. اگر در برابر جمع اشتباهی از شما سر زد و صورتتان سرخ شد، نفس عمیق بکشید و به خودتان بگویید این مسئله خاصه نیست. برای اینکه شرایطتان را تغییر دهید، شوخی ساده و صمیمی انجام دهید تا نشان دهید که خیلی مسئله جدی نبوده است. 13، خیلی سخت و دشوار است. آیا میدانید کارهای واقعا دشوار کدام هستند؟ این که در سن 72 سالگی در دویدن ماراتن شرکت کنید، یا که با سرعت 177 کیلومتر در 53 ساعت در سرتاسری اقیانوس شنا کنید. 2 ماه در یک خودروی یخزده در دمای 30 درجه بمانید. به این نکته توجه کنید که اگر چیزی را باور داشته باشید، به آن خواهد رسید، حتی اگر آن را غیر ممکن تصور کنید. یعنی هیچ کار دشوار نیست اگر ضعف داشته باشید. و 14، این که نمیتوانم به دیگران اعتماد کنم، زیرا خیلی آسیب دیدم. این نکته جالب در مورد اعتماد کردن این است که هر چی کمتر به دیگران اعتماد کنید، آنها نیز به شما اعتمادی کمتری خواهند کرد. آیا همه افراد شایسته اعتماد کردن هستند؟ پاسخ این سوال قطعاً منفی است، اما همه افراد یکسان نیستند و شما احتمالاً هنوز فردی مناسب را پیدا نکردید و به همین دلیل اعتماد را از دست دادید. و 15، این که من هم ممکن است تسلیم شوم.
زندگی مانند یک بازی ویدیویی است. مهم نیست که چند بار شکست می‌خورید، زیرا بازم می‌توانید ادامه دهید. تا زمانی که تسلیم نشده‌اید شکست نخواهید خورد. در نتیجه بازی را ترک نکنید و مانع‌های را کنار بگذارید و برای موفقیت از هیچ چیز دریغ نکنید. فراتر از این همه گفته‌ها، آهنگ‌ها و پادکست‌ها و غیره، اگر می‌خواهید در زندگی احساس انرژی کنید، باید یک سیستم انگیزشی ساده برای خود حتما بسازید. عزیزان دل، ما با 15 جمله منفی که اگر انسان این 15 جمله را در وجود خودش همه روزه استفاده برد و راه رسیدن به موفقیت را برای او مشکل و دشوار میکنند. یعنی عزیزان، این 15 جمله که ما برای شما پیشنهاد کردیم هرگز استفاده نبرید. با دیگر برنامه‌های مرکز خرد بمانید. شاد و مسرور بمانید.